مسجد جای راز گفتن به پروردگار است. مسجد جای همون عفو گناه‌های طلب کردن از الله تعالی است. مسجد جایی است که اونجا باید نظافت رعایت کرده شود. مسجد جایی است که اونجا در پی عبادت هم طهارت ذهنی شود، هم طهارت سر شود، هم طهارت بدن شود، هم طهارت قلب شود. همه خیلی آدم‌ها با پای راست با بسم الله گفته با مسجد وارد میشوند، چون که اونجا جای همه خیلی نظیف هست، جای تازه است، خانه خدا هست، جای دعا گفتن با الله تعالی هست. نه اینکه رفته اونجا مسجد جای خوراکخوری، جای زیافت خوری، جای سیاست بازی، جای شکایت از فلان آدم کردن، جای مسئله فلان همسایه موردی بحث و بررسی قرار گرفتن، جای تحقیر کردن بعضی رفیقان همسایه است. ما از شما خواهش میکنیم که اول اینکه همین نظامنامه‌ای که شما اینجا پیشنهاد کردید و ما به تصویب رسانیدیم، امضای مهر رئیس کمیته اینجا گذاشته شده است، در اساس طلبات همین نظامنامه‌ای که اینجا موجود است باید شما فعالیت کنید. اینجا وظیفه‌های شما معین شده است، حسابات دادن، رعایت کردن قانون‌های جمهوری تاجیکستان، مساعدت کردن برای عبادت کنندگان برای عبادت درست. مذهب ما که مذهب یگانه همین حنفی هست، همین باید ما رعایت کنیم. دیگر مذهب‌ها در مسجد شما طبق همین نظامنامه در نظامتون نوشته است که ما پیرو دین اسلام مذهب ابو حنیفه هستیم. دیگر خیلی مذهب اونجا نباید فعالیت کند و نمایندگان دیگر مذهب‌ها آمدن اونجا به شما ترغیب و تشویق کنند. محترم ایمان الرحمن دستور دادند که باید به هر یک عائله تاجیک شهروندان جمهوری تاجیکستان یک نسخه ترجمه تاجیکی قرآن کریم باشد تا اینکه به کجروی‌ها نافهمی‌ها راه ندهند. آن چیزی که شریعت اسلام قانون همین قرآن عظیم الشأن می‌فرماید طبق همین طلبات همین قرآن عظیم الشأن ما شما باید که عبادت ما را انجام دهیم. سلامت باشید، موفق باشید. شما برای کار موفقیت یابید. همین کاری کنید که مردم از شما راضی باشند. سلامت باشید، موفق باشید. خب سلام باشید. کمیته در این دوره در سال گذشته مثلا تا شما شاهد بودید همگی 59 عدد اتحاد دینی را به قید گرفته بود و از این 59 عدد اتحاد دینی 2 عدد آن را اتحاد دینی غیر اسلامی تشکیل میداد، باقی مانده همه را اتحاد دینی اسلامی تشکیل میداد. و این سال باشد فقط به حالت از 27 دکبر سال 2011 تا به 15 فوریه سال روان کمیته یاری به کارهای دین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 47 عدد اتحاد دینی را به قید گرفت که از این عدد یک عددش را مسجد جامع مرکزی، از جمله 2 عددش را مسجد جامع و باقی مانده 45 عدد را مسجدهای 5 وقته تشکیل می‌کنند.